خدا رحمت کنه شیخ سعدی بزرگواره، میگو پریشان کن امروز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. بنه بر کف دست هر آن چیزی که هست، وگرنه بدندان گزی پشت دست. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را، ما را نصیحت میکرد، میگو این کسایی که خدا شما را امکانیت داده، خدا شما را ثروت داده، خدا شما را مال دادگیه، این مال همه وقت شما نیست. دوستان عزیز، برادر عزیز، اصلا در زندگی ما اگر اهمیت بدیم، هیچ چیز مالی هیچ کنیست، هیچ چیزی مالی هیچ کنیست. جان مال خود ما نیست، سلامتی مال خود ما نیست، مال داریم ایمان نیست، این حیات داریم ایمان نیست، این زمین در اختیار مال ایمان نیست، خانه و در داریم مال ما نیست، ماشین پول داریم مال ما نیست. فقط نوبت ما هست، فقط نوبت ما در دست ما آمده، خداوند نوبت به ما آورده. این مال ما نیست، چیز ما نیست، ثروت ما نیست. پیش ما نوبت دیگرها بود، و اونها همین مال داد، همین خانه و داشتن، همین امکانیت اونها داشتن، اما نوبت اونها تمام شد، خداوند گرفت در دست ما، باز نوبت ما آمده است. هر که را نوبتی هست. خدا رحمت کنم بزرگوار، نوبتی مجنون گذشت و نوبتی ماست، هر که را چند روز نوبتی اوست. امروز نوبت ما های چند روزه، مال ما نیست، فقط در نوبت ما خدا نگه میکنه که امروز نوبت فلانی، امروز نوبت تو بنده من، فردای نوبت تمام میشود. در نوبت هر کار میکنی بکن، خوبی میکنی، بدی میکنی، هر کار میکنی نوبت تای میدان ای تای امروز. اما دقیقاً بدانیم نه مال، نه ثروت، نه امکانیت، نه خانه و در، نه زندگی همیشه ایمان نیست برادر عزیز. فقط نوبت مانده، میگذرانیم، نوبت ما رو میگذاریم میره. سعدی را خدا رحمت کنه این نکته را یاد آور میشه، پریشان کنیم روز، همین روزی نوبتت، همین روزی نوبتت، پریشان کنیم روز ای گنجی نجوس، ای کسی که امروز کلید گنجینه را خدا در تو داده، امروز کلید همون مال و ثروت خدا در دست تو داده، نوبت در تو داده، همین روز نوبتی تای، فردا نوبتی تو نیست. پریشان کنیم روز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. فردا کلید با خدا نوبتدار دیگر میده. خیلی ها را دیدیم برادر عزیز، در همین حیاتی کوتاه ما خیلی ها را دیدیم، ثروت ها، امکانیت ها، فرصت های زیاد داشتن، اما فردا را انتظار شدن، فردا را انتظار شدن. حالی میکنیم، حالی نوبت ما، حالی خطی رفتن، مال همین تمام، ثروت همین تمام، اینها رفتن، کلید به اختیارشان دیگر نیست. پیامبر نازنین پرسیدن، در حدیث صحیح می آید برادر عزیز که ای صدقت اعظم اجرا، پیغمبر نازنین از همه صدقه که ثواب زیاد دارن کدام نوعی صدقه های؟ ای همه صدقه که ثواب زیاد دارن کدام نوعی صدقه های؟ پیامبر نازنین گفت تو صدقه را بخواهی بهترین ثواب شو بگیری، در حالت صدقه بکن که صحتمندی خوف ای فقر شوی داری که آزی همی پولا بودم، شیطان علکه وسواس میکنه تازی رمید که خودت نید فقط چی میخری؟ انت صحیح شهیح تخشى الفقر،
تو در حالت صحتمندی، سلامتی و فقرم در یادت هست که این پول بودی، امکانیت بودی، تو کم بغل میشی و نقشه پای شدن داری. ببین ایسی فقر میترساند، ایسی دیگه باید سری پچکر پر کنی، او سیفکار مقصد باید پر کنی. یه اندیشه این نقشه و خیر احسان هم در روپروت آمده، در روپروت آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم ان همی وقت تو اگر خیر دادی در حالتی که فقر تر ایسا تهدید میکنه، ایسی دیگه نفس گفته ایسا بسیار تر کردن در کار مال و ثروت، این نقشه ها در سر دور میزنه و لیکن خیر احسان رو پروت آمده. در این صورت نه این و نه اون سر رای تر نمیگیره، بلکه تو در راه خدا میتی. انا همه بهترین صدقه و بودم فرزندی عزیز در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته سه زمانی که تو در جاگه مرگ افتیدی و جان در حلقوم تو آمد و غرغره کرد و تو در او زمان میگوی این مال ما فلانی، این مال ما برای راه بکنی، این مال ما برای مکتب بسازی، این مال ما در مسجد بتی، اون مال ما به فلان فقیر و نیازمند بتی، فلانی در تقسیمش میکنی، اما او تقسیم برای تو فایده نداره، دیگه اون مال مالی تو نیست. برای تو همه زمان جانت میبراید، تو خواهی نخواهی مالی مردم میشود، خواهی نخواهی مالی مردم میشود. و بهترین صدقه برادر عزیز صدقه جاریه. انسان باید تلاش کنه در حیاتش صدقه جاریه بعد از سرش بگذاره. ما انتظار نشیم برادر عزیز که بعد از سر ما فرزندای ما میکنن. او فرزندای پیشتر 50 سال پیش بچه‌های او زمان میکردن بعد از سر پدراشون. این زمان بچه‌ها خدا میدونه که میان فاتحه در حق ما بخوانن، خدا میدونه به اینترنت کافه گشتن، به دری اینترنت گشتن، یا دیگه نه آداب فاتحه رو میدانن و نه غم پدر و مادر دارن. خدا خیر بده. مردمی ناحیه فرخار یک هفته پیش بود، یک جا شش ماه یک نفر رمضان هم که اینها خواهش دعا کرده بودن، تراویح دهشان دعا کرده بودیم و نوارا را نشان دادن که دملا ما در ناحیه فرخار محله جمشیدگی، یعنی محلداری ها، مردم قشلاق، هر کسی که جایی ده هست، مردم در یک قسمت در رسیه، یک قسمت در دوشنبه کار میکنه، هر جایی کار میکنه، همین تا واتساپ خط یک گروه کردگیم، یک گروه کردگیم، یک نفر راهبر ماندگیم در همین گروه، پول جمع میشود، راه های ساختگیشان نشان دادن که داملا همه را اسفال پوش کردیم، بونگای تیبی ساختیم، مکتب تعمیر داریم، آب براوردیم، آب برادر عزیز چاه آب براوردیم، آب فواره میزنه، همین قدر زیبا. داملا همین کارا کردیم. چی میشه و همین گروه پدما مقصد ثبت کنیم شما یک داوته نمی مردمی ما را با مقصد یک ذوق شوقشان زیاد شود. من نواره اونها را تماشا کردم، گفتم خدا خیرتان بده، به خدا یک همت بسیار بلنده. این صدقه جاریه ہے، صدقه جاریه. دست جمعی شما همه جمع شدین، دیارتان آباد میکنین، خدای مهربان صدقه جاریهش گفته برای شما. تای پای خط اسفال میکنی، در خانه خط تعمیر میکنی، برای بیمار خودت بونگای تیوی میسازی، برای بچه خودت بخانه گفتم مکتب میسازی، برای مقصد آب محل خودت تامین شود، تو مقصد آب میبراری، سرجم میشی، آب برای خوردن خودتان. لیکن به خاطر اینکه آبادی شود، خداوند مهربان به واسطه پیغمبرش این صدقه جاریه گفته تو برای آبادی محل خودت میکنی، برای راحت جان خودت میکنی، لیکن صدقه جاریه.